درود بر شما دوستان عزیز. نه دیگه ادامه نده. خب شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه هر جا هستین. اسپیس 7 مغالطه به روش آدمیزاد داریم امشب. 3 تا مغالطه دیگر رو امشب پیش میبریم. دکتر جان بفرمایید. مرسی از لطفت، ممنون. بچه ها همه خوش اومدین. مغالطه به زبان آدمیزاد، این 3 تا الان در واقع 7 و 8 و 9 درسته؟ میخوام اسکرین شات بله بگیرم بله. بذارم. بعد اینا رو کی خونده؟ اینا رو اولیشو داریوش خونده. اولیش داریوش ابی شهرام شپره. خب فکر کنم اولیشو مهدی جان، من الان جلومه بذار باز کنم. اولیشو مهدی جان زحمتش کشیده، بعدیشو علی جان و 8. ببخشید گفتیم 7 و 8 و اینا نه؟ 7 آره و یه لحظه بله 7 مهدی جان خونده، 8 و علی، 9 هم من. 9 سیاه. خب دمتون گرم. ایول. پس من اینجا دیگه چیز نیستم. خودت ادامه بده تا من برم اسکرین شات ها رو بگیرم بذارم. باش. خب بریم برای 7. مغالطه تشنیعی یا ارتباط با جرم. مغالطه به زبان آدمیزاد شماره 7. تعریف: مغالطه تشنیعی یا ارتباط با جرم موقعی پیش می آید که یک شخص، ایده یا منبع به خاطر ارتباطش با شخص یا گروهی دیگر که وجهه منفی دارد جلوه‌ای منفی پیدا کند. معادل انگلیسی: guilt by association. معادل لاتین: argumentum ad hominem. معادل های جایگزین: مغالطه دمخورها، مغالطه رفیق ناباب، مغالطه سگ زرد برادر شغال، مغالطه آنها از ما نیستند، مغالطه حواله کردن. شکل منطقی: شخص یک ادعا می کند ایگرگ صادق است. شخص دو نیز ادعا می کند ایگرگ صادق است، ولی شخص دو نادان است. بنابراین شخص یک نیز باید نادان باشد. مثال 1: دولورس طرفدار پروپاگورس حقوق یکسان برای کار یکسان است. این همان سیاستی است که فمینیست‌های تندرو از آن حمایت می‌کنند. تندروهایی مثل دولورس را نباید جدی گرفت، حداقل نه در فضای سیاسی. توضیح: در اینجا فرض بر این بوده که دولورس فمینیستی تندروست، چون از سیاستی حمایت می کند که در عمل هر مرد یا زن حقجویی از آن حمایت می کند. این فرض مغالطه آمیز است. مثال 2: پول پوت انقلابی مائویست کامبوج با دین مخالف بود. او انسانی بدطینت بود. فرانکی با دین مخالف است. بنابراین او هم مثل پول پوت باید انسانی بدطینت باشد. توضیح: پول پوت و فرانک در زمینه خاص نگریشی یکسان دارند. این دلیل نمی شود که در همه زمینه‌های نامربوط دیگر داخل پرانتز به خصوص بدطینت یا خوشطینت بودن پرانتز بسته نیز با یکدیگر وجه اشتراک داشته باشند. پول پوت به دلیل نسل کشی آدم بدطینتی به حساب می آید، نه مخالفتش با دین. استثناء: اگر بتوانید ثابت کنید که دو چیزی که به هم ربط داده شده اند از لحاظ علی و معلولی واقعاً به هم مرتبط هستند یا احتمال تسری ویژگی‌های یکی از آن دو چیز بالاست، این ارتباط موجه و معتبر خواهد بود. مثال: پول پوت
انقلابی مائویست کامبوج مرتکب نسل کشی شد، بنابراین او انسانی بدطینت بود. فرانکی نیز تمایل خود را به نسل کشی اعلام کرده است، پس او نیز انسانی بدطینت است. خب خیلی خوب، این شماره 7 بود. مهدی جان اگه امکان صحبت کردن داری در خدمت. درود بر شما و دوستان، شب همتون بخیر. من یه عذرخواهی بکنم، این مقالطه ارتباط با مجرم بود که من به اشتباهی جرم خونده بودم اونجا و این به فاعل ربط داره، یعنی به ارتباط با مجرم بود و فکر میکنم خیلی مشخص بود، خیلی واضح بود و من حرف اضافی نزنم. حالا هر کس از بچه‌ها دوست داره بیاد بالا صحبت کنه میتونیم صحبت کنیم. بارها با این مثال ها ما تو زندگی برخورد کردیم و دیگه خیلی قشنگ توضیح داد، 2 تا مثال خیلی قشنگ هم زد و علی جان شما دستت بالاست، بفهم. آقا سلام، شبتون بخیر، خسته نباشید همگی. من یه مثالی که تو ذهنم اومد، نه همین تو فضای سیاسیش، مثالش این باشه که مثلا سید محمد حسینی از یک شاهزاده به دنیا آمده، پس شاهزاده است. رضا پهلوی هم از یک شاهزاده و یک شاه به دنیا آمده و شاهزاده است. ولی خب این کجا و اون کجا دقیقا تو فضای سیاسیش، این یه لحظه اومد تو ذهنم. دکتر جان شما بفرمایید. مرسی مهدی جان. اصولا برای این یعنی قرارمون برای این بود که شما یعنی هر کسی که میخونه اونو توضیح هم بیشتر بده، یه ذره مثلا بازش کنه، اگه 2 تا مثال اضافه هم خودش داره بزن. در مورد اپوزیسیون خودمون باید بگم که همین چیز دیگه، یعنی با هر کسی که صحبت میکنی میگه مگه نمیدونی که صدا سیما دست وزارت اطلاعاته؟ میگیم خب چرا؟ یا استاد محمد حسینی هم تو وزارت اطلاعات دیگه. میگم آخه چرا؟ میگه مگه نیست اونجا؟ این یکی لنگه همونا، یعنی اینو زیاد شنیدیم دیگه، اینم لنگه هموناست. یعنی تا حرف میزنیم مثلا طرف الان طرفدار پهلویه، بعد میگه آقا پهلوی خیلی آدم بدیه، بعد میگه خب چیزه من طرفدار سید محمد حسینی، میگه اینم یکی لنگه همون پهلوی که گفتی. یعنی چون اون سیاست مداره و اینم سیاست مداره، پس سیاست مدار بده و چیزه. این دقیقا همون مقالطه‌ای که اسمشو گفتی که سگ زرد برادر شغاله. یعنی برای اینکه حرف ممکنه در یه جایی این واژه درست باشه، یعنی سگ زرد، ضرب المثل سگ زرد برادر شغاله، تو همون استثناء گفتش اگر اون استثناء رو رعایت کنین سگ زرد برادر شغال هست. اما برای اینکه بحث شما و آرگومنت شما رو از بین ببرن، برمیگرده میگه که نه اینم مثل همونه دیگه، اینم اون شکلیه. مثلا نمونه چیزش چیه؟ مثلا میگه هر کی که تو دانشگاه آزاد درس خونده بی سواد بار اومده. بعد مثلا میگه آقا من دانشگاه آزاد درس خوندم، من میگه تو هم همونی دیگه، بی سوادین دیگه بابا، همتون بی سوادین. چرا؟ چون دانشگاه آزاد درس خوندی و به همین دلیل تو محکومی که بی سواد بودن. الانم میگم این مدل رو خیلی میبینیم. حالا مهدی جان خودش بگه و بقیه دوستانم اگه دوست داشتن بیان صحبت کنم. دکتر جان مرسی از توضیحاتت. نه من برای گفتم خیلی دیگه زیاده از حرف نزنیم، توضیح ندیم، به دلیلی که 2 جور مثال زد و در مثال اول طرف بیگناه بود، یعنی یک آدمیه که بیگناهه ولی به دلیل حمایتش، یعنی هم مثالی که شما زدیم یا مثالی که زدین، طرف بیگناهه ولی به دلیل حمایتش مثلا حالا از یک جنبشی یا یک فلانی و اینو میچسبونن که مثلا اینم آدم پس بدیه. ولی در مثال دوم طرف اصلا قاتله، یعنی برعکسش کرد، یعنی گفت در مثال دوم طرف اصلی قاتله، طرف دوم حالا به دلیل اینکه یک مثلا جز مشابهی داره با اون، یعنی هر دو طرف رو مثال زد و برای همین گفتم فکر نمی کنم دیگه دلیل باشه ما بخوایم مثال بیاریم، چون به قول شما از این دست مثال خیلی زیاده دیگه همه بچه‌ها ماشاءالله خودشون. من دوست داشتم اگه بچه‌ها بیان بالا از بچه‌ها مثال بشنویم، به جای اینکه حالا ما 3-4 تا بخوایم صحبت کنیم. اگه دوستان دوست دارن بیان بالا، اگه در حال خوردن آبگوشت یا چلو کباب نیستن
تشریف بیارید بالا و چند تا مثال بزنید برام. نه معلومه سگ زرد داری یا، یعنی قشنگ معلومه سگ لیلی بیاد بالا. مهدی جان سگ زرد خریدی؟ نه دیگه این یک تله‌ای بود برای به دام انداختن لیلی. لیلی جان بفرمایید. سلام عرض کنم به همه، شبتون بخیر. حالا من میخوام یه مثال بزنم. من الان چند ساعت پیش تو این اسپیسی بودم که برادران افغان ران کرده بودن، رفتیم بالا صحبت کردیم. بعدش که نشستم گوش کردم دیدم یکیشون اومد گفت اینم مثل بقیه. الان خواستم اینم بگم که برگشتن گفتن ریستارت حسینی هم مثل بقیه. اینم یه مقالطه. در صورتی که من براشون توضیح دادم دیگه، گفتم که اپوزیسیونمون نه تنها شما رو افغان نمیدونه، مثلا جدا نمیدونه از قرار امپراتوری پرشیا رو دوباره مثلا داشته باشیم. کلی صحبت کردم دیگه، حالا کلی هم که نه. نه شنیدیم، خیلی هم عالی بود اون ولی صحبتات، هم شنیدم بعدش خیلی هم عالی. اومدن شروع کردن دوباره اینم مثل بقیه، ما باشون کاری نداریم، به جایی که مثلا گوش کنم. ولی خب خیلی خودشون رو جدا میدونن دیگه. مثلا میگم اینم آره یه هایی برگشت گفتش اینم بچه کرجه، اینم بچه کرجه یعنی اینم بچه کرجه. و اینجوری شدش که الان مثلا ما اومدیم تهرون. خیلی درسته، یعنی کاملا این مقالطه. حالا یه مثال دیگه من بزنم بچه ها، شاید بیشترم جا بیفته. خیلی تو روزمره که بارها میبینیم، یعنی تا طرف میخواد بگه که نه مثلا چه میدونم تو حرفت فلان نیست، تو هم مثل فلانی، تو هم اون شکلی تو هم داری همین کارو میکنی، تو نمیدونم هشتگ فلان زدی. از این جور چیزایی که زیاد میبینیم برای اینکه تو رو بخوام منکوبت کنن یا ببندنت یا هر چیز دیگه. ولی یه جایی چیز مهدی جان بگو، دستت بالا، تو الان نه مدیریتور. بگو دکتر بگو بعد من صحبت کنم. بعد ببین مثال مثلا چیه، مثلا میگه که ایران خودرو خب یه خودروی جدیدی رو زده بیرون. تا زمانی که تستش نکردی، تا زمانی که میدونی محصولات ایران خودرو و سایپا افتضاحن، ولی تا زمانی که یه چیزی رو تست نکردی یا بوته آزمایش ندادی، 2 تا کارشناس در موردش نظر ندادن، نمیتونی بگی اینم یکی مثل بقیه است. قطعا اینم یکی مثل بقیه است، قبول دارم 90% موارد این شکلیه. نمونهش هم مثلا میگه دیگه، مثلا 2 تا آخوند دارن حرف میزنن، مثلا یه آخوندی حرف خوب میزنه، بعد همه میگن بابا اینم که آخونده، بابا ولش کن. الان هم داریم میبینیم دیگه، نمونه بارزش داریم میبینیم. پلیس اومد من بگیره. عالی بود. پلیس یهو آخر پلیس اومد منو بگیره. خیلی خوب بود. نه دیگه چی بگم دیگه، این همه مثال زدین دیگه. یکی از مثالهای بارزش هم، حالا من فعالیتایی که مثلا توی اینستاگرام خودم دارم، خب خیلی به شدت اینجا نیست، اونجا خیلی واضح نگفتم مثلا من طرفدار این، ولی خیلی سربسته مثلا حمایتمو اعلام کردم و میان و دوستان میگن اه شما مثلا پس طرفدار حکومتی و شما هم طرفدار فلانی و شما میگم آقا شما اصلا حرف طرف رو باید اول بفهم، ببین چی داره میگه، بعد بیا. و برای این مقالطه فکر میکنم دکتر جان یکی از جملات طلایی لیدر اینه که کسی اینجا گوه نمیخوره، هر کس مدرک داره بیاد رو کنه. یعنی دقیقاً میتونید این مقالطه رو با همین جمله فکر میکنم که یعنی قشنگ بکنید تو صورت طرف. بفهم. دکتر بردن وی لیلی جان دوستان بفرمایید. من خواستم آزاد بگم دارم. که الان یه مقالطه که تو تایملاین من دیدم، این پریورش یه توییت زده بود، باز مثل که یه کسایی کشته شدن تو ایران، اومده و پارتیزان های ما این کار رو انجام دادن. این هم میشه یه مقالطه کلا. حالا نه اون که مغالطه قطعا هست، ولی این مغالطه‌ای که الان داریم میگیم سگ زرد برادر شغاله، یا مغالطه تشنیعی به قول معروف مجرم، این چیز نیست، مجرم انگاری نیست. ببین راه برون رفتشو
مهدی توضیح داد، ولی راه برون رفت از این مغالطه اینی که همین دقیقا بگی یک مدرکت کو، دو استدلالی که داری میکنی درسته که چه میدونم هر کی که میگه ضرب المثل میگه هر کی ریش داره بابای تو که نیستش، که درسته که طرف ریش داره، اما برای اینکه اون چیز رو اثبات کنی اصلا این به اون نمیخوره. به قول معروف همون بحث آقای گودرزی و خانم شقایقی که با هم دیگه هیچ ربطی نداره، فقط میگی چون فلانی این شکلیه پس تو هم فلانی، و این دقیقا این چیز رو ربط میده. تنها راهش اینه که بگی این نیستش که بگی مدرکت کو، باید بگی این به اون نمیخوره. یعنی این استدلالی که تو داری میکنی چون جفتشون مثلا آتئیستن پس جفتشون آدمای بدی هن. نه، این آرگومنتت اونو جواب نمیده. چون مثلا پراید و پیکان جفتش چراغ دارن پس پژو هم چیز بدیه چون اونم چراغ داره. یعنی این ربطی به اون نداره. یعنی اینا کاملا دو موضوع متفاوتن. برای همینه که وقتی یه نفر مثلا چیزه اینو استفاده میکنن. من فکر کنم دیگه اینا حالا اگه بچه‌ها بیان بالا در موردش صحبت کنن، سام بیاد بالا، بقیه بچه‌ها، یه مهراس بیاین بالا، بابا بیاین بالا، نظر کیان بیاد بالا نظر بده، بچه‌هایی که میتونن مایک داشته باشن بیاین بالا و مثالاتون رو بزنید. هیچ ایرادی نداره دیگه، با همدیگه دور همدیگه میگیم و میخندیم، شادیم، سرخوش. حالا بگو محمد جان، من فکر کنم برو سراغ بعدی. استثنا بگم. اگه جرأت داری بگو. باشه، ما با اجازه شما جرأت میکنیم. تازه این رئیس قوه قضایی عوض شده بود، بعد به ما گفتن که این آموری لاریجانی شده چیزا، داداش همین کیه لاریجانی، این یکیه. گفت بابا این سگ زرد برادر شما. در واقع کاملا آخه این مغالطه نیست، این اتفاقا درست بود، همون دیگه استثنایی بود، استثناء درست بود. مغالطه، یعنی مغالطه نیست اینجا. نه دیگه محمد جان، اینجا میگه دیگه، میگه اگه بتونی ثابت کنی که طرف به خاطر تفکراتش مثلا تمایل به نسل کشی داره، میتونی بگی که آقا این دیگه مغالطه نیست، اینجا شما فکت آوردی دیگه. خب این خب چی من بود اگه اصلا چون پدرم گفتن من ازش پذیرفتم، یعنی قبول کردم که ایشون درست میگه و واقعا هم چیز ثابت کرد دیگه، گذشته زمان ثابت کرد که چه خبره. علی جان فکر کنم صحبت کنیم جناب. البته من چیزو بگم که پدر شما هم به صورت ماهوی درست گفت، یعنی به صورت معنایی درست گفت، هم حقیقی دیگه. جفتشون سگ زرد برادر شغال بود، ماهیتا هم برادر شغال بود، یعنی یه سگ زردی بود که برادر شغاله بود. الان من آخرش میدونم مهدی یه دونه سگ زرد داره. دکتر دقیقا همین رو میخواستم بگم اصلا سگ زردی وجود نداره، برادرشه دیگه. آخ راجع به سگ میخوای صحبت کنی، علی اینجاست دیگه. علی اصلا تو باید راجع به این مقالطه صحبت کنی، قصد سگ داری بگو. علی حالا سگ زرد داری؟ نه آره سگ زرد یه دونه دارم، ولی تازه همون سگ زردم زایده 9 تا، یعنی همه گاوشون میزاد، من سگم یکی از زایده. برادرش شغاله. الان من فقط میخوام بدونم آیا اون یکی از برادرش شغال شده یا نه. یه نگاهی بندازه شده یا نه. نه شغالا میان رد میشن از دور و بر خونه، اصلا همچین خودشو تیکه پاره میکنه جرشون بده، اصلا دشمن شغاله. یعنی برادریشون به هم خورده؟ من نفهمیدم. محمد تو بود. احتمالاً آره، بین برادران هم بالاخره اختلاط پیش میاد دیگه. اختلاف، ببخشید چی گفتم. لیلی جان بفرمایید. من خواستم از علی آقا فرزند سقراط سوال بپرسم، ببینم اینم مقالطه است یا نه. مسابقات زیبایی اندام بود، بعد یکی از این اسمش یادم رفت که اومد ناراحت شد به چیز داور، به اعلام داور یه دفعه همه چیز رو پرت کرد. اونم برگشت گفت دوباره اینا دوپینگ کردن. خواستم ببینم اینا مقالطه حساب میشه. دوباره بحث دوپینگی بود. لیلی جان چرا مسابقه بدنسازی میشه از علی جان سوال یعنی ما الان همه اینجا چاقیم، یعنی منظورتون اینه؟ خیلی ما رو مغالطه، ملزوم فرض خودش کنه. مغالطه بودی.
چون شما علی جان جواب نمیدونید خب بده. ایشون بدنسازی کاره. من من یه 5 سالی تو بازار اصلا لوازم بدنسازی میفروختم. این ببین لیلی جان یه جور مغالطه هست، بدنسازی ولی می‌کنی؟ هر مسابقه بدنسازی رو حساب کنی توش بدنسازا دارو میزنن، یعنی تستوسترون استروئید میزنن. حالا چه چیزی دوپینگ حساب میشه؟ یه چیزی هست به نام سینتول، مثل پروتز میمونه که میزنن جاهایی که مثلا این طرف یه بازوش کوچیکتر از اون یکیه، میاد اون بازو کوچیکه رو یه ذره سینتول تزریق میکنه که پروتز بشه مثلا بزرگتر، اون دوپینگ حساب میشه. ولی اگه در کل حساب کنیم نسبت به آدمای نچرال، همشون دوپینگی هن. یعنی همه تستوسترون، همه استروئید، همه مکمل‌های ورزشی مصرف میکنن. بالاخره چاکردیم، ما نه طبیعیم دیگه. میخواستم ببینم اعتراضش به داور این بود که ایشون دوپینگ کرده اون نفر اوله. اعتراض داور دقت کن بود، شیر سماور اگزون خاور، داور الان دقت کن. نه دکتر الان نه اعتراضش این بود که چرا اون که بدنش کوچیک الان دچار دارم مغالطه حرف میزنم. هایجک توسط لیلی شدیم اعتراض این بود ما. که مثلا میدونستید؟ الان رفتیم تو چیز. هر قسمتی تو بدن امتیاز داره توی مسابقات بدنسازی. این اعتراضش به این بود که چرا کسی که مثلا عضلاتش کوچیک‌تر، خطای کمتری داره، چیزه، چون اول به خود نگاه راست عکس شهیدا رو هم پرت کرد. یعنی یه سری عکس قاب عکسای شهیدا رو چیده بودن روی استیج. البته این بنده خدا ندید، از پشت عکس رو شوت کرد رفت 2 سالم محو. یعنی سگ زردش آمپول زده بود، شغال شده بود، سگ واقعی نبود. دوستان اگه اجازه بدیم بریم به مقالطه بپردازیم شغال زرد برای 2 آمپول زده ثانیه. بود. میدونی شغال زرد آمپول زده بود، جا قناری فروخته بودن. آی آره. دکتر نگید دیگه ورزشکارن ها. ناراحت حالا میشه. ورزشی اینا ورزشکاران، مشکل دلاوران، دارن. آقا نامآوران. همونطور دوستان که مسابقه ماشین ورزش محسوب نمیشه، اینم ورزش محسوب نمیشه. اتفاقا بدنسازی یکی از سخت‌ترین ورزشاست. حالا نگاه نکنید حالا اینم یه هر آره مقالطه هر است. آره یه دقیقا. مغالطه چیز بود اصلا شما و برو یه 2 ساعت من دویدن قبلا بذار سازی رو، موضوع حالا بقیه بعدن صحبت سازی رو من کنیم. کار ندارم، یکی بعدن میسازه خودشو، ولی اونی که قبل از بازی خودشو میسازه من اونو مغالطه میدونم. یعنی این الان فکر کنم دوستان من قبلا. ببین بذار من یه چیزی توضیح بدم. حتی ببین هر چقدر بگن دارو میزنن نمیدونم تستوسترون مصرف میکنن، تو وقتی تو وزنه نزنی ورزش نکنی اینا اصلا تأثیری نداره که. باید حتما یه عالمه ورزش کنی، وزنه بزنی که بخواد اونم تاثیر داشته باشه. دوستان وقت ما نداره. اینجا گوش محمد، ما اینجا حتی آموزش بدنسازی هم میدیم دوستانی که تو این اسپیس هستن. من گویا رو هرچی اکسپت میکنم نمیشه متاسفانه. لطفاً اکسپتش کنید، اینقدر هم شلوغ نکنید. محمد میخواد بره بعدی رو بخونه. محمد جان من بعدی رو پخش ساعت کن. 9 یعنی ساعت 11 میبندم ها. میبندم مغالطه میبندم الان محمد داره این میکنه. چیزه مقالطه، چی میگن، مقالطه استفاده از وقت گلوکز. نداریم. آره محمد خیلی حالا جان وقت. یه چیزی جلوتر اینم میرسیم، مغالطه وقت نداریم هم میرسیم. همین الان شما مقالطه کردی ورزش بدنسازی رو با ورزش‌های دیگه، شما الان مقالطه من کردی. ایشالا در نه بابا فرصت این ربطی ممتدی نداشت چرا؟ آخه بابا. خیلی هم ربط داره، خیلی الان ربط داره. استدلال لیلی بذارید رو علی آقا بررسی صحبت کنید. کنه، بذارید علی آقا تایید کنه. بفهم. نه نه علی آقا تایید نکن. دکتر یه دقیقه وایسا. ببین بدنسازی خانم لیلی، غیر از اون استروئید و وزنه زدن، خواب میخواد، خواب منظم میخواد، رژیم غذایی بسیار سختی میخواد. یعنی شما 1 سال 2 سال نمیتونی یک دونه نمک بخوری. 3 روز آخر مسابقت آب نمیخوری، تشنه‌ای برای آب میاد. رژیم خیلی سخت میخواد، خواب منظم میخواد. 6 ماه نزدیک مسابقه 2 وعده تمرین در روز میخواد. یعنی صبح بلند میشی باید تمرین کنی، دوباره بعد از ظهر تمرین. خیلی سخته خلاصه. یعنی شب باید خوابش علی چیز رو آقا اینا رو ببینه، به بقیه بگو، من اینا رو شغال رو میبینم. باید اینا رو به ببینه. بقیه بگو که تایید میکردن الان که به خب حالا موضوع که ورزش. شغال چرا هایجک کردی؟ حالا که موضوع خانم لیلی من شغاله. به متوجه در شدیم میگم چجوری دیوار کار میشه، بشنوه. دیگه ما من ادامه به بدیم. در میگم دیوار.
الان من در و دیوارم یکی شده، ولی الان سوال من اینه که الان تو وزنه برداری مثلا سگا رو وزنه میکنن یا شغالا رو میبرن بالا میارن پایین؟ نمیدونم. به هر حال مهدی محمد برو بعدی. من مهدی جان اگه شما صحبت داری صحبت کن که من چیز کنم، پلی کنم اینو واقعا. نه آقا من میخواستم بگم برو بعدی. من چرا اکسپت میکنم نمیشه؟ دکتر کمک کن لطفا. محمد جان شما هم اکسپت کن. چشم پلی میکنم الان. مغالطه تشنیعی یا تو همچنینی، مغالطه به زبان آدمیزاد، شماره 8. تعریف: مغالطه تشنیعی یا تو همچنینی موقعی پیش می آید که شخص به بهانه عدم سازگاری گفتار و کردار طرف بحثش استدلالهایش را رد کند. معادل انگلیسی: ad hominem tu quoque. معادل لاتین: argumentum ad hominem tu quoque. معادل های جایگزین: مغالطه تو نیز، توسل به ریا، مغالطه تناقض شخصی. شکل منطقی: شخص یک ادعا دارد ایگرگ صادق است، ولی شخص یک طوری رفتار می کند که گویی ایگرگ صادق نیست، پس ایگرگ باید صادق نباشد. مثال: هلگا، نباید این غذا رو بخوری. از لحاظ علمی ثابت شده که خوردن برگ‌های پرچپ برای سلامتی خوب نیست. هیو، تو خودت همیشه برگ‌های پرچپ میخوری، بنابراین داری حرف مفت میزنی. توضیح: اهمیتی ندارد که آیا هلگا به توصیه‌های خودش عمل میکند یا نه، حداقل وقتی پای صحت ادعایش در میان باشد. البته شاید اینطور به نظر برسد که هلگا چون به صدق توصیه‌اش باور ندارد به آن عمل نمی‌کند، ولی دلیل اصلی ممکن است علاقه وافر او به برگ‌های پرچرب باشد، طوری که نتواند در مقابل خوردنشان مقاومت کند. مثال 2: جیمی به شدت با بیبندوباری جنسی مخالف است، اما تا حالا چند بار با بدکاره ها رابطه داشته است، پس بیبندوباری جنسی مشکلی ندارد. توضیح: از علاقه جیمی به رابطه با بدکاره ها نمیتوان به نتیجه کلی راجع به بیبندوباری جنسی رسید. تنها نتیجه‌ای که میتوان گرفت این است که شخص جیمی از لحاظ جنسی بیبندوبار است. استثناء: اگر جیمی اصرار میکرد که کارهایش از لحاظ جنسی غیر اخلاقی نیستند، این ادعا به بخشی جدا نشدنی از استدلال اصلیش تبدیل میشد. راهنمایی: وقتی از فقدان اعتماد به نفس یا اراده ضعیفتان آگاه هستید، باید اعتراف کنید که این ضعف‌ها در صحت ادعایتان تأثیری ندارند. در ادامه حرفی را که پدرم راجع به سیگار کشیدن به من گفته بود می آورم. او از 14 سالگی روزی حدود 4 بسته سیگار می کشید. مثال: بوب، هرگز مثل من نباش. نرو دنبال سیگار کشیدن. عادت حال به همزنی و میدونم آخرش منو به کشتن میده. اگه هیچ وقت سیگار کشیدن رو شروع نکنی، هیچ وقت دلت واسش تنگ نمیشه. پدرم در سن 69 سالگی بر اثر سرطان ریه فوت کرد. من تاکنون به سیگار لب نزدم و در آینده هم نخواهم زد. بله مهدی جان در خدمت. آقا مهدی آقا مهدی جان گفتش که من تو تلگرام گفت احتمالا یه چند دقیقه بره و بیاد، الان نیستش. آقا مهدی چند دقیقه میره. آقا همین مثال آخری که الان زد، یعنی همین سیگاره، من دقیقا همین مثال رو هی دائما خودم میزنم، همه میگن آی تو که سیگار میکشی و راستم میگن ولی خب منم راست میگم، یعنی میگم آقا
سیگار کشیدن هنر نشد جز مایه ضرر نشد، فکر میکنی این کار خوبه؟ کشیدن سیگار خوبه، هی پولتو دود میکنی، عمرتو نابود میکنی. نه 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 نه. یعنی ببین چاکرای واقعی گلوتون رو میبنده سیگار. اینو خواستم بگم، حالا همه دارن گوش میکنن والا سیگاری هم هستن. یکی از دلایلی که بسته میشه چاکرای گلو سیگار و قلیون و اینجور چیزاست. حالا حالا به قول معروف بچه‌ها الان من برگردم بگم مراقب باشن. شما بعد در ضمن خودتون بدنسازا سیگار قلیون هم نمیکشن، ببین چقدر سخت آره نه میکشن. ولی من میگم ببین میگم الان همین الان میگم آقا چون تو اینجوری هستی ولی قلیون میکشی، حالا پس استدلالت غلطه، هیچ چاکرایی هم نمیبنده چون خودت این کارو میکنی. این دقیقا همین استدلاله. نمونه دیگهشو بارها دیدیم، مثلا توی تمام این اپوزیسیون به من بحثای سیاسی که میکنیم و فلان اینا، میگه آقا تو خودت این شکلی کردی، تو خودت مثلا میگم آقا مراقب امنیتتون باشید نمیدونم فلان باشی. بعد طرف میاد میگه همین امروز درگیر یکیش بودیم، میگم تو پیوی هم دیگه نریم. بعد طرف میاد میگه تو خودت رفتی تو پیوی یکی دیگه، وای وای تو رفتی تو پیوی یکی دیگه. این که تو پیوی کسی نرید درسته، ولی این که من دارم میگم من میرم توی پیوی یکی دیگه موضوعش یه چیز دیگه است. الان من مغالطه نمی کنم، طرف مقابل داره با من مغالطه میکنه، میگه آقا تو چرا رفتی این حرفو زدی، تو چرا رفتی فلان کاری کردی، تو چرا رفتی به فلان این حرفو زدی. پس خودت دروغ میگی، پس رفته. نتیجه آخرش اینه، نه اینکه حرف من غلطه یا موضوع غلطه، من ممکنه اشتباه کرده باشم، ولی نتیجه آخرش اینه که پس تو پیوی رفتن خوبه. یعنی مثلا میگیم آقا عکستون رو نذارید، بچه‌ها عکستون رو نذارید، بعد میگه تو خودت چرا گذاشتی؟ و من میگم آقا من گذاشتم که من اشتباه کردم یا مثلا من خارج از کشورم یا هر دلیل دیگه ای که داره. بعد طرف میگه نه چون تو گذاشتی منم میذارم. و دقیقا با همین استدلال شروع میکنه یه کار اشتباهی رو توجیه کردن. میگم آقا تو چرا کردی؟ میگه خب چرا بقیه میکنم پس منم میکنم. میگم آقا این روش غلطی. مثال چیزش سام اومد بالا، خود علی هم هست. سام فکر کنم مثال بزن، اگه سام صحبت داره سام بگو. سلام وقتتون بخیر باشه. آقا من عاشق این مقالطه بودم بچه که بودم، جدی میگم. یعنی هر وقت حوصله نداشتم درس بخونم یا مثلا امتحانی بد میگرفتم نمره رو، بابام میگفت چرا مثلا 16 شدی، میگفتم جمالی که شاگرد اول کلاسه هم اونم 16 شد. خدا. یعنی هر وقت من بد میگرفتم یکی دیگه میگفتم انقدر سخت بود که بابا اون دوتا چاپلوس جلوی کلاسمون که از صبح تا شب درس میخونن اونا هم 15 شدن. بعد بابا میگفت آها خب حتما سخت بوده دیگه، ولی از یه جای بعد دیگه نخنما شد دیگه، دستمو خونده بود. یه مثالی هم لیدر زد خیلی جالب بود، یادم افتاد به اون. داشت میگفتش که میرید صحیفه سجادیه رو بدون اجازه میخونی، این رابطه داشته با خدا و اینا، مثل این میمونه من بیام خونتون ننتو بگیرم ماچ کنم، بعد بگی یارو بگه چرا تو این کار داری میکنی، بگم بابات همون گوه خورد. اگه یادتون باشه اینو دقیقاً آفرین، دقیقاً همینه. یعنی دقیقاً همین استدلال میارم و این استدلالم خیلی جالبه که هر جا بری میبینی استدلال هست و جزو اتفاقا این یه دونه مقالطه ای که در واقع تو هم کردی یا مثلا این چه میدونم تو چرا خودت کردی، اسمای دیگهش یه دونه اسم خیلی خوب داشت، بذار بخونم از روش. مقالطه شماره 8. آها این بود بچه بالا توییت کردم میتونید ببینید. اسمای دیگهش این بود: تو نیز توسل به ریا، مغالطه تناقض شخصی. مثلا خیلی هم مثلا میگن رطب خورده من رطب کی توان کند، تو خودت کردی چرا چیز بکنی، در صورتی که این آرگومنت درستی نیست. در صورتی که من بگم من نسبت به این ادعا خودم عامل به این هستم، مثلا من میگم بچه ها من تجربه کردم، مثلا تو بورس رفتم، اگر در موردش نمیدونید شکست میخورید. بعد یارو میگه تو خودت رفتی تو بورس شکست خوردی، میگم خب آقا این تجربه منه. نمونه دیگهش بابا همین الان ما داریم میبینیم، میگیم آقا ما بچه ها
آقا با فلان اکانت امنیتی اون فلان اینجوریه، ما تجربه داریم، من نزدیک 6 سال 7 سال توی توییتر هستم، دارم با همه اینا بحث میکنم. بعد طرف میاد برمیگرده میگه خب تو چرا رفتی باش حرف زدی؟ میگم خب اشتباه کردم، هزینه دارم، الان دارم میام به تو میگم که تو این هزینه رو ندی. بعد طرف میگه نه من میخوام برم خودم تجربه کنم، باید فلان بشه. پس من میتونم، پس تو چون تو داری میگی و خودت کردی حتما یه کیفی توش داشته که باید منم برم انجام بدم. این دقیقا همین مقالطه است. علی جان بگو. دکتر من فقط می‌خواستم یه نکته اضافه کنم چون مهدی گفت بچه اینجا برگر نوشته شده، مهدی خودش برگ گفت چون برگر دوست داره، دوست نداشت کسی رو منع کنه آره از برگر. آره ولش کن که کن، برگا کرد بیخیال کبابای نگو. برگ. خیلی کارت زشت بود، حمله شخصی کردی به قول داده مهدی. بودم مهدی هم خودش بهش رفت قول داده بودم. وقتی دید چیز پیچید به بازی. اوکی محمد جان، من فکر کنم این مقالطه دیگه انقدر تابلوه و انقدر روش بحث شده و اینا، خودت نظری نداری؟ وی هم الان بالاست، در مورد این مقالطه نظری نداری؟ من نه دیگه، بچه ها همه چی رو گفتم، منم که از همه خنگ‌تر دیگه چی بگم. من شاید چه بتونم ربطی به خنگی داره؟ الان مقالطه بود دیگه همین نه گفتم. میخوام، نه یه مثال تو ذهنم بود راجع به بدنسازی و اینا، مقالطه دیگه شکسته نگم بندی. ادامه پیدا میکنه. میگه اصلا یارو بدنسازه میگه فلان آقا از این پودران نخور، خوب نیست. میگه آقا تو خودت هیکلت نگاه همش پودره. آره دقیقا همینه، دقیقا همینه. و این دقیقا همون مقالطه به قول من تو هم این شکلیه. یا اینکه خیلی آدما میان میگن که نه تو داری ریاکارانه این، تو مزوری، تو خودت فلان کردی، تو مزوری. آقا یارو داره تجربهشو در اختیار تو در میذاره، استدلالش آیا درسته یا غلطه؟ به اون استدلاله فکر کن، نه اینکه به این نگاه کن که بازم همینجا هم میشه، نه اینکه کی میگه، ببین چی میگه. و موضوع بسیار موضوع تابلویه و هر روزم باش در ارتباطی. الان امکان نداره که یه اسپیس بزنی 4 نفر آدم نیان بالا و همینو بگن تو خودت فلان بودی، تو چرا تو اونجا این کارو کردی، چرا تو فلان جا فلان کارو کردی. و دقیقا منظورش همین نوع مقالطه 8، مقالطه در واقع تو نیز یا چیزه. به هر حال علی جان بگو، دستت بالاست. آره راجب بدنسازی میخواستم بگم دکتر، واقعا بعضی چیزا ببین تخصص میخواد. مثلا یه بدنساز میاد به یکی میگه آقا استروئید نزن، اون میاد تو دل خودش میگه آقا تو که اینقدر هم استروئید زدی اینجوری شدی. بعد این فقط استروئید زدن هم میبینه، دوره های پاکسازی بعدش رو نمیبینه. ببین شما هر چیز اضافه ای که وارد بدن میکنی بعدش باید خارجش کنی. اینا وقتی استروئید میزنن به صورت سنگیش یه یک ماه پاکسازی میکنن بدنشون. اون بنده خدا میره استروئید میزنه، پاکسازیشو بلد نیست، میشه قضیه چیز دکتر دقیقاً چیز خر که مولوی تعریف کرده. فقط اون روی داستان رو میبینن، وقتی که میرن توی داستان خودشون شهید میشن دیگه. مرسی محمد جان، چیز بعدی رو بریم، بله مقالطه بعدی کنیم رو بریم. باش. آره. اخذ نتیجه ایجابی از مقدمه سلبی. تعریف: مقالطه اخذ نتیجه ایجابی یا افرماتیو از فرضیه سلبی یا نگاتیو نخستین مقالطه در منطق سوری یا فرمولوژیک است که می‌خواهیم معرفی کنیم. مقالطه‌های سوری گیج کننده و پیچیده هستند و در موقعیت‌های روزمره به ندرت اثری از آنها می‌توان یافت. بنابراین اگر هنگام خوانش مقالطه‌های سوری احساس کردید سردرگم شده اید، زود دلسرد نشوید. تمام سعیتان را برای درک آنها بکنید، همانطور که من تمام تلاشم را می‌کنم تا با زبانی ساده قابل درکشان کنم. معادل انگلیسی: Affirmative conclusion from a negative premise. معادل‌های جایگزین:
امر سلبی نادرست، مغالطه مقدمات سلبی، عبارات جدیدی که باید با آنها آشنا شوید، قیاس منطقی، استدلالی که از 3 بخش تشکیل شده: مقدمه کبری یا مهین major premise، مقدمه صغری یا کهین minor premise و نتیجه conclusion. حد حملی categorical term. حد حملی معمولا از لحاظ دستوری اسم یا عبارتی اسمی است که به طبقه از چیزها اطلاق می شود. گزاره یا قضیه حملی categorical proposition. گزاره حملی حاصل پیوند 2 حد حملی است. از آن میتوان دریافت که بین طبقاتی که این 2 حد بر آنها اطلاق شده رابطه‌ای برقرار است. قیاس حملی categorical syllogism. استدلالی که دقیقاً از 3 گزاره حملی تشکیل شده باشد: مقدمه کبری، مقدمه صغری و نتیجه. در نتیجه قیاس حملی دقیقاً 3 حد حملی وجود دارد که هر یک از آنها نیز دقیقاً 2 بار مورد استفاده قرار می‌گیرند. توضیح بیشتر: نتیجه قیاس حملی در شکل متعارفش ایجابی است، ولی حداقل یکی از مقدمه‌ها سلبی است. هر شکل معتبری از قیاس حملی که بیانگر مقدمه سلبی باشد باید نتیجه سلبی داشته باشد. شکل منطقی: هر شکل از قیاس حملی که نتیجه ایجابی و حداقل یک مقدمه سلبی داشته باشد. مثال 1: هیچ شخصی که زیر 66 سال داشته باشد سالخورده تلقی نمی شود. هیچ شخص سالخورده‌ای خردسال نیست. بنابراین همه اشخاص زیر 66 سال خردسال هستند. توضیح: در این مثال هر دو مقدمه صادق هستند، ولی نتیجه به وضوح خلاف واقع از آب درآمده است. چرا؟ چون این مثال قیاسی حملی است که 1 یا 2 مقدمه آن سلبی هستند. تو پرانتز هیچ شخصی و هیچ شخص سالخورده‌ای. ولی ما سعی می‌کنیم از این مقدمه‌ها نتیجه ثبوتی یا ایجابی تو پرانتز همه اشخاص استنتاج کنیم. مثال 2: هیچ چهارپایی ماهی نیست. بعضی خرها چهارپا هستند، بنابراین بعضی خرها ماهی هستند. توضیح: این مثال قیاسی حملی است که در آن یک مقدمه سلبی داریم تو پرانتز هیچ چهارپایی و سعی می‌کنیم از آن نتیجه ثبوتی یا ایجابی تو پرانتز بعضی خرها برداشت کنیم. استثناء: هیچ استثنایی وجود ندارد. very well. خب این اولین چیز رشنال بود اگه اشتباه نکنم، همین فرمال ببخشید منطق سوری بود که یه خورده سخت‌تره طبق چیزی که خودش هم توضیح داد. من اینجا یاد گرفتم سلبی و اینا یعنی چی؟ سلبی یعنی میگه ما نمیتونیم مقدمه‌ای سلبی داشته باشیم و نتیجه ایجابی ازش بگیریم. سلبی یعنی میگیم هیچ فلان چیزی، یعنی از کلماتی استفاده کنیم که هیچ داره، سلب کنه از همه فقط الا یک چیزی مثلا، یا یعنی در واقع سلب میکنه از همه. هیچ فلانی مثلا صادق نیست، هیچ اینا چیز کنم در واقع فرمولش اینه. حالا دیگه نمیدونم توضیح بیشتری من که بلد نیستم حقیقتا، اگه کسی مثالی چیزی داره. آره دکتر جان در خدمت. ببین اولا چند تا نکته. ترجمه خیلی ترجمه خیلی نتچسبکه بابا. کاتگوریکال آره فارسی سخته اصلا، یه جوریه معلومه فارسی کجاییه و یارو برداشته گوگل ترنسلیت و استفاده کرده یه چیزی در آورده. وقتی میگه کاتگوریکال یعنی چی؟ کاتگوریکال محمد یعنی چی کاتگوریکال؟ یعنی دسته‌ای. حالا دسته‌ای چیزای مختلف معنی میشه. یعنی وقتی من کاتگوریکال میکنم یه چیزی رو، یعنی بخش بندیش میکنم، یعنی استدلالمو مثل همیشه میگیم دیگه، میگیم صغرا کبرا میچینی بعد نتیجه میگیری. یعنی استدلالیه که با صغرا کبرا شروع میشه و من مجبورم براش یه سری پیش‌فرضا رو بزنم. معمولا استدلال‌های استنتاجی
که ما با قطعیت بودیم، اولش هم گفت فرماله و استنتاجیه، معمولا باید یه 2-3 تا پیشفرض داشته باشه و پیشفرض‌ها هم باید پیشفرض‌های قطعی باشه که ریزنینگ ما یعنی درست در بیاد. حالا من یه مثال میزنم، میگم مثلا هیچ به قول معروف بچه‌ای چیز نیست، چی میگن، هیچ پسر بچه‌ای مثلا سیبیل نداره. خب میگیم پسر بچه ها سیبیل ندارن. بعد مثال بعدیش هم اینه که آدمای بزرگ سیبیل دارن، پس بچه ها به قول معروف دو تا چیز دیگه، زنا سیبیل ندارن. نه مثال اینه، هیچ پسر بچه‌ای سیبیل نداره، بعد میگه زنا سیبیل ندارن، بعد نتیجه میگیری میگی پسر بچه ها زنن. این نتیجه گیری احمقانه است. یعنی میگی 2 تا فرض آوردی، سقراط خوب چیدی، ولی مثلا میگی که و معمولا هم همین شکلی، یعنی از اینجا به این نتیجه میرسی که آقا مثلا پسر بچه ها سیبیل، یعنی یه چیزی رو نباید داشته باشی، با 2 تا حالت نباید داشته باشی. مثلا من میگم هیچ کسی نمیتونه این حرفو بزنه و در نتیجه وقتی هیچ کسی نمیتونه این حرفو بزنه، خب مثلا این نظر، مثلا شما هیچ وقت نمیتونی بگی که میزان بارش در ایران دقیقاً چقدره، و وقتی نمیتونی بگی در ایران میزان بارش دقیقاً چقدره، بعد ما میگیم ایران دچار کم آبی هم هست، یعنی اونجا میگم هیچ کس نمیتونه بگه میزان بارش چقدره، بعد میگیم ایران دچار کم آبی هم هست، بعد میگه تو که نمیتونی بگی میزان بارش چقدره، از کجا میفهمی کم آبی هست؟ پس نتیجتا ایران مثلا کشور خیلی پربارونی. و این نوع استدلال آوردن بازم خیلی زیاد دیدیمش. یعنی معمولا این شکلیه که تو مثلا طرف میاد یه استدلالی رو میکنه، همینجا مثلا میگه که آقا هیچ کدوم از بچه‌های ریستارت مثلا چه میدونم کار درستی انجام ندادن. خب میگیم خب باریکلا، بعدیش چیه؟ میگی چون بچهای ریستارت هیچ کدومشون کار درستی انجام ندادن مثلا از نظر ایشون که فرضشه، بعد مثلا میگه که خب مثلا پهلویچی هم کار درستی انجام ندادن، پس ریستارتی ها پهلویچی هم. یعنی با یه 2-3 تا چیز رو با هم دیگه قاطی کردن که از اساس غلطه، بعد نتیجه‌ای که داره میگیره اصلا یه نتیجه دیگه است و به قول معروف چیز نمیخوره. و همین خاطر این در واقع مغالطه‌ای که الان داره میگه، باز پلیس اومد منو بگیره، نه رفت. این مغالطه‌ای که الان وجود داره که میگه اخذ نتیجه ایجابی از فرضیه سلبی یا همون affirmative conclusion from the negative premises، اینجا دقیقا همینه. یعنی شما با یک بیان یک استدلال ضعیف و اصلا ضعیف هم نیست، خیلی قویه، ولی با یه چیز منفی شروع میکنی، بعد این منفیه رو یه نتیجه میگیری که اصلا به این 2 تا چیز ربطی نداشت، در صورتی که واقعا میتونی که رو کاغذ میشه بغل هم دیگه گذاشت. آخرش هم گفت استثنایی وجود ندارد. یعنی خود این کلمه استثنایی وجود ندارد اینی که ما نمیتونیم این 2 تا رو با هم دیگه وصل کنیم، به خاطر اینکه استثناء رو در واقع داریم از بین میبریم. حالا بچهای دیگه صحبت کنیم. پلیس هی میخواد منو بگیره، بیاد بگیره ببینیم چی میشه. رفت. خب وی عزیز، شما اومدین بالا، اگه صحبت کنین ممنون میشم بشنویم شما رو. حالا راجع به هر کدوم از این چیزا که مقالطه ها که خواستیم. مخلصم، شبتون بخیر، خسته نباشید. من نمیخواستم در مورد مقالطه ها صحبت کنم، اما اصلا بگم من همین الان از باشگاه اومدم، پدر من در آوردید، من هدفون زده بودم همش داشتید در مورد بدنسازی صحبت میکردید، آبرومون رو بردید. آقا به خدا ما هیچی نمیزنیم، فقط وی میخوریم، تازه با احترام به لیلی خانم سیگارم میکشیم. ممنونم. هیچ بدنسازی نچرال نیست. هیچ بدنسازی نچرال نیست. بعضی از نچرالا بعضی دومیش چی باشه؟ بعضی از نچرالا هم درختن، پس بدنسازها درختن. دقیقا مدل استدلال همینه دیگه. بگو فرزند سقراط بیاد بگه
جون داداش هرچی بچه هست داداش هیکل میکل میزونه الان اومدن رو استیج. ایوه. آقا داداشم آقای وی سیگار که مشکل نداره. من بدنساز حرفه‌ای میشناسم که برای آبگیری قبل مسابقه گل یا همون ماریجوانا میکشن مثلا که بدنشون خوش بشه. مگه سگ میخوان من بدنساز میشناسم برای اینکه خوش بشه خودشو پهن میکنه رو آفتاب. منم کسایی رو میشناسم که دوست دارن تو عرفان مثلا سیر و سلوک کنن گل میزنن. اینم بس ما هم شنیدیم اینا رو. به خودشون گل میزنن یا گل به خودی میزنن یا گل به بقیه میزنن؟ گل اینم میزنن این سوالیه. چاکره چشم سومش آقا ما فقط تو باشه فوتبال گل برم میزنیم. فضا. ببین الان وی گفت ما فقط تو فوتبال گل میزنیم، ولی خدا کنه که گل به خودی نباشه، مثل استاد اسدی نباشه که گل به خودی زد دقیقه. پس هر کس گل میزنه فوتبالیسته. هر کس که گل میزنه فوتبالیسته. آفرین. آره. دقیقا نتیجه خوبی گرفتی. این دقیقا همین استدلال شماره چیز بود. حالا لایت شادو اومده بالا، حالا یه ذره دیگه صحبت کنیم بعد بریم برای جمع. لایت شادوی عزیز بگی عزیز. سلام به همه دوستان. من حالا بحث رو نمیدونم اولش به چه صورت بود، فقط صحبت خانم لیدی رو شنیدم که میگفت که خیلی برای که به عرفان وصل بشن گل میزنن. چیزی رو که من توی 26 سال متافیزیک متوجه شدم، کسایی که از مواد مایک نداره فکر کنم اصلا لیسنره. نه صدایشون رو داریم، ولی من دارم میگم چرا مغالطه گل زدن الان رفت تو فضای گل زدن. ما الان داریم در مقابل استدلال استنتاجی صحبت میکنیم. خب میگم من اولش نمیدونستم چی بود، فقط این رو به خیلی از دوستان بگم که چون من خودم 25-6 سال روی مقوله متافیزیک کار کردم، کسایی که گل میزنن یا هر گونه مواد مخدری رو میان مصرف میکنن وارد عرفان قدرت میشن، نه عرفان واقعی، و کلا وارد شبکه تاریکی میشن و فوق العاده مسیر اشتباهی رو میرن و فوق العاده دهنشون آسفالت میشه توی اون مسیر. خواستم این رو بگم. الان از توی صحبت‌های لات شادو میتونی یه مغالطه در بیارین که هر کی بره سمت عرفان قدرت حتما گل زده. آره باریکلا. استدلال استنتاجیش میشه این: هر کی که رفته عرفان قدرت حتما گل زده. این دقیقا میشه این با این تعریف کرد. یادم شیشه زده باشه، تا کجا میدونی؟ من مگه فقط گفتم گل. نه، مواد مخدر روان درمانگر، و اگر اینا رو کرده باشه حتما چیزه رفته به قول معروف عرفان قدرتی شده. یعنی هر که بعد مثلا حالا برای خود من که سواله، حالا نمیدونم عرفان قدرت دار مثلا چجوریه، مثلا یکی از نه من الان خودم نظر خودمو بگم بعد شما بفرمایید. نظر من اینه که مثلا دو تا داداش، یکی عرفانه یکی قدرته، و مثلا این دوتا عرفان و قدرت با هم دیگه مثلا میرن یه کارایی رو میکنن، مثلا دعوا میکنن، مثلا خیابونو میبندن و اینا. این عرفان قدرتیه، یا مثلا با قدرت میاد این شکلی میاد. اگه عرفان مثلا بدون با اون یکی داداشش بیاد که مثلا عرفان خیلی چیزیه نازه، اون میشه عرفان بی قدرت. عرفان امدادی چی؟ عرفان امدادی یاره یارو یه دونم چیز بود، یارو پسره بود، عرفان چی عرفان ثابتی. مثلا اون اگه با ثابت میاد اون عرفان ثابتی. دکتر الان داری مغالطه میکنی یا حواست باشه؟ حواسم هستش. اگه خدا کنه من دارم مغالطه میکنم، فکر کردی بیای رو چیز بگی من مغالطه میکنم؟ مغالطه کدوم تخریب مغالطه بود؟ شخصیتی عرفان بذار قدرت رو حال اینو میکنی. رو دقیقه آخر بگیرم. کدوم مغالطه بود اگه راست میگی؟ شماره چند انگلیسی لاتینش هم بگو. شماره 223 از سمت راست ردیف سوم از بالا. نزدیک بودی. من شماره 223 رو ازت میگیرم با شماره 11 عوض میکنم. قبول داری؟ نه قبول نداری. اگر $1000 هم بذاری روش شاید یه فکرایی بکنم. 14 رو بهت میدم، خب، و چیزم ازت می 223 رو ازت میگیرم، 14 رو بهت میدم. 14 رو دوست داری؟ من همیشه ماشین 14 $1000 بذاری روش آره قبول میکنم. نه من 14 بیشتر دوست داشتم. بعضی 2 در دوست دارم، من 14 دوست دارم.
حالا ولش کن. مووینگ فوروارد. علی جان محمد جان شما بگو، سامم اگه تو این استدلاله مثال دارین تو ذهنتون میاد بزنید. نمیدونم. گویا بیاد، گویا الان داره کانکتینگ، امیدوارم بیاد. گویا ببین، گویا دقیقاً الان بحث ورزش هم میشه، یه ورزش خیلی خوبی داره گویا. همیشه که ما اسپیس ها رو برگزار میکنیم مایکو میگیره، حالت هارتل زدنه، یعنی میاد بالا میره پایین، حالت بارفیکس قدرتی هم کار میکنه و این میاد بالا، ما مایکو میزنیم دوباره میفته پایین. و این خداییش یعنی مثلا الان اگه مثلا فضای مجازی بشه تو توییتر باشه، اکانت گویا واقعا سرشونه‌ها و چهارسر زانوش خیلی قویه. حالا نمیدونم دکتر جان مایک گوشه لیسنر نشسته، چرا مایکو میزنید؟ میکروفون بگید که اشتباه نشه. مایک که استاد ماست بابا، ما به زدن ندارش داداش، این حرفا چیز زشته. آقا دکتر من یه مثال میگم سمی بگو. من یه مثال سمی حالا تو ذهنم هست، نمیدونم، مثلا مثل این که بگیم برای رسیدن به عرفانی بودن باید حلقه تشکیل داد، پس تمام لاستیک فروشا عارفن. نمیدونم. احسن، یعنی واقعا تو یه مثال خیلی قشنگی زدی که آفرین. یعنی این ببین، این اصلا استدلال نه، این دقیقا نتیجه بودش که تو گرفتی. آفرین، این نتیجه رو میشه پذیرفت. تمام لاستیک فروشان آدمای عرفانی هستن. آفرین، چون حلقه دارن. خیلی خوب بود. محمد بگو. من چی بگم؟ چیزی ندارم دیگه. آقا صاحبش تو بودی، من این وسط دارم صاحبش چیکار من بودم. میکنم؟ تو آقا قرار خیلی بود سخته، من چی بگم آقا؟ من داشتم زور میزدم یه چیزی بتونم بنویسم، مثالی که یعنی بچه‌ها ببین گفتن. هر کسی کدوم مانده از اصل خیش، یا یعنی دقیقا نشون میده بچه کدوم محلی. میگه خودش گفته سخته دیگه، ولش کنه. والا تازه اون چرا عاقل کنن شاگرد کاری. زرنگامون نتونستن چیزی بگم، من که دیگه نه میگم آقا همشهریه شما دیگه میگن چرا عاقل کنن کاری، بعد میگم بقیش چی؟ میگه نه دیگه دیگه. تموم شد دیگه. کلا تموم شد، چرا عاقل کنن کاری. علی جان بفرمایید. خب من میخواستم چند تا منشنا رو بخونم که یه دونش حالا در رابطه با موضوع اسپیسه که تیاویوای عزیز گذاشته، نمیشه با این اوصاف اگر پی آنگاه کیو باشد پس کل ریاضیات مغالطه است، چون مغالطه از فرض پی می شود شروع بشود، پس وای به حال نتیجه که کیوه. نه دیگه داداش، اینی که قبلا تو مقالطه‌های قبلی، جلسات قبلی یا بچه‌ها حالا فایل صوتیش هست، دفعه قبل گوش کنین. این مقالطه پ آنگاه کیو، کیو آنگاه پ رو قبلا تو یک مقالطه شماره 5 بود یا فکر کنم 4 بود، اینو صحبت کردیم. این اصلا نمیشه که من بگم پ آنگاه کیو پس این مقالطه است. نه، داره میگه اگر من با این استارت کنم، که یعنی ببین دقیقا داره خیلی به قول من جویده شده و خیلی چیز میده. میگه هر وقت دیدی یه نفری با این شروع کرد که با هیچ شروع کرد، که آقا هیچ آدمی مثلا بهتر از من نمیدونه، خب هیچ کسی بهتر از من نمیدونه. بعد میگه که خب حالا که شماها الان میدونید که هیچکی بهتر از من نمیدونی، قبول کردین؟ بعد میگه خب حالا بقیهش. میگه هیچکی بهتر از من نمیدونه و چون شما الان میدونید که من از همه بهتر میدونم، پس شما هم دانایید. استدلال درستی داره میاره، ولی اینجوری داره میگه که آقا علت دانا بودن شما اینه که میدونید من از همه بهتر میدونم. و حالا دکتر میونه کلامت، اون کسی که اینو میگه اون هیچیه یا اون آدمه؟ کدومشه؟ یعنی چی هیچکیه هیچیه؟ میگه میگه که هیچ خب شما کسی، میگی که یه بار دیگه بگو. میگه هیچکی بهتر از من نمیدونه، من از همه بهتر میدونم. هیچکی بهتر از ما نمیدونه. خب با این هیچی شروع میکنه. ببین تمام جمله این آقای بوبنه توی این استدلال، توی این مقالطه، میگه ببین هر وقت زمانی که با هیچی شروع شد مواظب باش. احتمالاً اگر یوهویی رفت یه استثنایی رو با یه چیز دیگه قاطی کرد، اینجا وارد یه مقالطه داری میشی.
یادت باشه که اگر یهویی شروع کرد یه چیزی رو داره بهت میتپونه، یه صغرایی رو میچینه، یه کبرایی هم میخواد ازش نتیجه بگیره. و به همین خاطر اونجایی که میگی هیچی، اونجا باید سریع پرچمت بره بالا، بگی الان داره مغالطه میکنه یا نه، استدلال بعدیش چیه. مثلا من بگم هیچ برگی از درخت بدون اذن خدا نمیفته، خب بعد میگم که خب همه چیز هم تحت کنترل خداست. بعد نمیتونم بگم برگ خداست. اگه گفتم برگ خداست دقیقا مغالطه است، یعنی هیچ ربطی به این دوتا چیز نداشت. یعنی من میتونم بگم که خدا قادره مثلا تمام چیز رو داره کنترل میکنه، یا مثلا خیلی برنامه‌ریزی دقیقی داره، ولی نمیتونم بگم برگ خداست. از این استدلال ممکنه از یه استدلال دیگه ثابت کنم برگ خداست یا هر چیز دیگه، ولی از این استدلال من نمیتونم یه همچی چیزی رو بیرون بکشم. اینجا وارد مغالطه میشیم. بعدش اینو میذاره اساسشون بر اساس استدلالم اومده و استنتاج نتیجه گرفته، اینو میذاره اساس بقیه حرفاش و یوهایی میبینی مثلا داره برای شما 1 ساعت قصه حسین کرد شبستری میگه از روی استدلال کاملا غلط مغالطه آمیز. یادتون باشه و دوستان یادمون باشه وقتی که بحثای فرمال پیش میاد یا همین سوری که این میگه و بحثای استدلالای استنتاجی یا مغالطاتی که روی این بحثای استدلال استنتاجی، اینجا هم سخته هم خطرناکه. چرا؟ چون بعد از اون طرف میشینه و روی اون استدلال غلطی که کرده شروع میکنه ساعتها برای شما حرف زدن و وقتی اون نکته اول، یعنی از اساس قشت اول گرنهد معمار کج رو شما دقت نکرده باشی، اون وقت میبینی تا ساعتها روزها نشستی با طرف داری حرف میزنی، بعد نگاه میکنی میبینی درد بازی اینه که اون اولش من گیر ندادم که آقا این استدلالت غلط بود. بگو لایت شدوی عزیز. خب پس اینجوری هم میشه از این در واقع مغالطه و این استدلال استفاده کرده و فکر میکنم بیشترم روی بحث در واقع این حزب اللهی یا بیشتر استفاده میکنن. مثلا میتونیم بگیم که پس چون خدا از روح خودش در انسان دمیده، پس بازیستید و بدانید که من خدایی هستم. یعنی یه جورایی میایی همه چیز رو معکوس میکنی و خودت رو خیلی میبری بالاتر و همه چیز تمام چیزها رو زیر سوال میبری. ببین نه من یه نکتهش اینه، البته این نیست، این یه مغالطه دیگه است. ببین این اومده خیلی ریز کرده. الان اولین مغالطه استنتاجی که در واقع حالت سوری داشت همین مغالطه‌ای بودش که با سوری سلبیه، یعنی با یه چیز سلبی شروع میشه. ولی یه مغالطه دیگه ای هستش که اونم در واقع همینه که من برمیگردم میگم خدا از روح خودش در انسان دمیده و من هم میتونم در بادبادک بدمم، پس بادبادک انسانه، یا پس منم خدا، چون خدا دمیده، فعل دمیدن خدا با دمیدن من یکیه، پس منم خدا. یعنی با این استدلال چیزه، ولی با هیچ شروع نمیشه. خیلی این کتاب جزئیه و داره به شما دونه دونه حالتهای مختلف خیلی ریزو میگه هر وقت با هیچ شروع شد تو استدلال استنتاجی که صغرا کبرا بود، اینو مواظب باشید. ممکنه در واقع دوچار مغالطه سوری سلبی بشیم، استنتاجی سلبی بشیم که با یه دونه چیز سلبی شروع کرده و خطرناکیش هم اینه که این بازی ادامه پیدا میکنه. اینو یادمون باشه، چون میشه پایه بحث و از پایه بحث وقتی خراب باشه دیوارمون تا ثریا کج میره. من دیگه عرضی ندارم. لیلی یه دستش بالا بود و فکر کنم محمد جان دیگه. من میخواستم درباره این واکسن کرونا هم بگم که مثلا همه میگفتن همین مثل واکسن آنفولانزاست که میزنیم، چیزی نیست که همیشه زدیم، حالا این دفعه مثلا اینجوری. امروز چون اینو یه نفر بهم گفتم اینم میشد مثلا جزء مغالطه حساب کرد. این مغالطه نیست، یعنی این الان مگر اینکه این شکلی بیانش کنه، بگه ببین هیچ آدم عاقلی به قول معروف دنبال از بین بردن خودش نیست، یا هر آدم عاقلی دنبال سلامتی، هیچ کسی نیستش که خودشو بخواد نابود کنه.
بعد میگیم خب آره راست میگی، این آخه نه منطقیه. میدونی چیه، اولش پرسید گفت مثلا زدی، گفتم نه نزدم. گفت چرا؟ گفتم آقا من اعتقاد داشتم که نباید بزنم، دوست این چیز گلوبالیستا بود و من دوست داشتم. بعد برگشت گفت نه، مثل واکسن سرماخوردگی آنفولانزایی که مثلا بعضیا میزدن توی سال یک بار میزنن، اینجوری مطرح شد. نه ببین میخوام بگم فرمه. الان میتونی فرم مقالطه رو بگی چه فرمیه، آیا تو این فرم میگنجه؟ اگه بخوام این مکالمه شما رو تبدیلش کنم به این فرم مقالطه، باید این شکلی بگم هیچ آدم عاقلی نمیاد خودش رو نابود کنه، پس هیچ آدم عاقلی نمیاد خودش رو نابود کنه، از اون طرفم هیچ کسی با علم مخالف نیست. نه دکتر، فکر پس کنم این مقالطه قبلیه، اگه نه دیگه باشه. همین میشه. ببین میتونی بگی هیچ آدم عاقل خودش رو نمیاد نابود کنه و هیچ کس هم با علم مخالف نیست. بعد میگه خب آره هیچ کی با علم مخالف نیست، هیچ آدم عاقلی هم نمیاد خودش رو نابود کنه. میگه پس نتیجتا اینه که باید تو مثلا تو بری واکسن بزنی، چون واکسن یه چیز علمیه. یعنی اینو با اون میتونه این یه همچین نتیجه ای ازش بگیره بیرون و به همین خاطر خطرناکه، چون دو تا دلیل میاره که میگی آقا این دلیل خیلی قویه. آره دلیلای قویه، ولی نتیجه گیری غلط و چرت و پرتیه دیگه. خیلی به هر خوب. حال بله بفهم. همین، به هر حال شبتون بخیر و ایشالله دمت هم گرم و میریم برای فردا که ایشالله یه مقالطات بعدی رو بخونیم و تا فردا، فکر کنم فردا رو داریم، جمعه دیگه نداریم. نه جمعه معلوم نیست، حالا باید صحبت کنیم با مجید ببینم تا کجا درست پایلا رو داریم. امیدوارم که داشته باشیم، حالا اگه نشدم که حالا آره ایشالله اگه شد حتی مثلا کتابو بدیم یه سری دیگه بچه‌ها بخونن بیان جلو. بگو دکتر جان محمد جان. یه لحظه قبل اینکه اسپیس رو بندیم، یکی از دوستان تونل زمان یه سوال پرسیده، گفته که الان تو بحث با گروه های دیگه این مقالطه استنتاجی چه جوریه؟ مثال میشه بزنید که ما چطور باید برخورد کنیم؟ همین الان مثالش زدم دیگه. ببین مثلا طرف برمیگرده میگه که هیچ کسی به قول معروف گربه محض رضای خدا موشه، هیچ کی برای نمیدونم رهز رضای خدا هیچ کاری نمیکنه. بعد میگیم خب حالا آره، میگه پس حالاش لیدر شما که داره نه مثلا هیچ کی محض رضای خدا هیچ کاری نمیکنه، میگیم خب درست. بعد میگه که حالا چیزم هست، هیچ کسی هم احمق نیستش که مفتی کار کنه. دو تا دلیل مستند، یعنی یکی میگه هیچکی محض رضای خدا موش نمیگیره، یکی هم میگه که هیچکی احمق نیستش که مستند چیز کنه، یعنی در واقع کار نکنه. بعد از این نتیجه میگیره که آقا شما ریستارتی هم پس یا دارین پول میگیرین، قطعا دارین پول میگیرین یا دنبال منفعتتون. رهبه برخورد باهاش چیه؟ میگیم آقا اصلا ربطی نداره، تو دو تا مطلب رو داری میگی ولی نتیجه از این دوتا این نیستش که پس ما ریستارتی هم دنبال منفعتیم یا داریم پول میگیریم. مثلا میگه سید محمد حسینی داره پول میگیره، میگم این نتیجت غلطه، چون اگه پول میگرفت از ریزالتش باید ببینی تلویزیون داره یا نداره، باید ببینی الان مثلا حمایت میشه، باید جت شخصی بره این ور اون ور، باید ببینی پول هنگفتی باید دستش باشه دیگه. اینا رو نمیبینی. این دقیقا همینه. وقتی یارو طرف دو تا مثال میزنه و میگی چقدر مثال خوبی زنی، یعنی با فرضش صغرا کبراش خیلی قدره، اما نتیجه‌ای که داره میگیری یه نتیجه‌ای که اصلا ربطی به اون دو تا صغرا کبرا نداره. ببخشید دیگه تا جایی که من ذهنم میتونم برداشت کنم. مرسی دکتر جان، خیلی ممنون. دوستان خیلی ممنون، امشب مشارکت بیشتری داشتین، لذت بردیم. امیدواریم که شب و روز خوبی داشته باشین. بذار جنبندی کنم. امروز سه تا مقالطه داشتیم. یکی اولین مقالطه چی بود محمد جان؟ چرا سوالای سخت اولیش مقالطه شناعتبار شماره چند بود؟ 8 بود. مجرم بود. خب یعنی میگیم آقا چه فلانی سگ زرد برادر شغاله، درسته؟ آره. بس در مورد سگای زرد صحبت کردیم. مقالطه دوم این بودش که تو چرا؟ تو که این کار کردی،
تو تو که هم اینجوری همین. کردی، تو کردی، خودت کردی، حالا میگی من نکنم. این مقالطه نوع دوم بود. نوع سومش هم که همه استدلالی بودش که الان با هم دیگه صحبت کردیم دیگه. پس آره. 3 تا مقالطه رو امروز بررسی کردیم. حالا بریم سراغ چیز. تا حالا 9 تا مقالطه رو با هم دیگه رفتیم جلو. خدا به خیر بگذرونه. خیلی هم عالی. انشالله جلسه بعدی تو بار همتون رو ببینم. بار بعدی هم انشالله. لایت شادو صحبتی دارین دوست عزیز؟ محمد جان تو چرا بارو میزنی یه زنگ چیزی نمیزنی با زودتر ما بیاد بفهم. همین خواستم بگم. ببین من فقط از جانب محمد میگم ما هر روز و هر شب قرارمون اینه که در ایام از دوشنبه تا جمعه در ساعت 10:30 به وقت تهران بارو بازش میکنیم. یه ساعتی ما خودم از سر کار که میام 8 شبه یه ساعتی در کنار دوستان هستیم و همیشه هم این دیگه هست. یعنی دائما ما همیشه این بارو برقرار میکنیم همین ساعته و ساعتاتون رو کوک کنید روی این ساعت ما بله. برگزارش میکنیم. دکتر جان داشتم مغالطه میکردم بابا نگرفتی. مغالطه سگ زغالی بودی؟ الان سگ چرنگی نه بود. دیگه سگتم. تو چرا چیز نمی‌کنی دیگه، همین مغالطه قبلیه بود که گفت. آره خیلی ممنون. ایشالله که یه مدت خیلی کوتاهی تو آینده همتون رو ببینیم با هم دوره هم جمع شیم تو بار جدیدمون تو تهران، خیابون بلوار کشاورز، اون هولوش، شاید خیابون ایتالیا، به صرف انشالله آب معدنی همتون یعنی دست بولوار این بود. کشاورز خدا چی؟ وکیلی، یعنی میخوای بار بزنی وسط بولوار کشاورز؟ وسط بلوار یا کشاورز میخوام بار اونجا یا بزنم. قحط بولوار کشاورز. جا هستی که اونجا پهنه، اونجا کلا جا داره. حالا من برای چیز میگی، یعنی تو چارباندیش میگی اون وسط باغچه بار میزنی. آره نه آره چیزم بار ایده‌آلم روبازم خیابون هست. ایتالیاست. آره آره بار روبازم میتونی پارک لاله بذاریم و بعدم نیست، اتفاقا جالبه. نه پارک لاله خیلی جای خوبی نیست. بذار نریم اونجا. آره خب که بولوار آقا مگه کشاورز. دانشجوه پارک لاله مشکلی نداره. آره پارک لاله پارک مشکلی لاله هم نداره. آخه داستان پارک داره. لاله ساقیاش خوبه. یعنی من ساقیای پارک لاله ساقیای خوبی میدونم. ولی بهتره ادامه ندیم، ما هم اسپیس همینجا ببندیم. آره خب انشالله که خیلی خوب. برقرار بشیم. سلامت اتفاقا انشالله پارک تو لاله بوستان ساقی ولایت چیز عزیزان. داره. ببین محمد جان. ساقی مواد نداره، ساقی اتفاقا همین بار تو رو داره. انشالله نه حالا قسمت بشه. ما خودمون اونجا بتونیم. تولید میکنیم، مش نیاز به از این چیزا نداریم. آره ایشالله با امید خدا باطنی تمام رفتگان به تقصیر انشالله بزنیم و یک حرکت مشتی بزنیم. آقا دمت گرم. برو ببینم، برو هر چی که دوست داری. خوش باشین، شبتون بخیر، روزتون بخیر هر جا هستین. خدا نگهدار.